نه شو با گیره ششته بودم گه دیوالا قریب بود گفتی دست خوب بود نفتیدم او داخل آمد حالا اینطور یک سختی دیر کردم نکو خاله جان نکو گیریم نکو یخچال است یا ماشین لباسشویی تان است؟ الله شکر خدا اگه چند کدام رنگ شال خوش میکنی فعلا برات؟ فعلا امی رنگ شبته بچه می چی است؟ ماشاءالله ایخ ما را نمیشناسم ای چی است؟ نمیشناسی؟ ندیدیم ایده چی است؟ خب بپوش باز ما برات میگم ای میفهمی خاله جان یام طلاست یام طلاست ما خاله جان پیسام 50,000 پس از صرف خواهر ما خایره و بنیاد خیری قمر. خب دوستان عزیز سلام. این دروازه شاید به نظر شما آشنا باشه. من نمیخوام زیاد تشریح کنم، تک تک میذارم ببینین که چی کسی بیرون میشه. سلام بچه. سلام خاله جان خوب هستی؟ بخیر خوب هستی؟ بخیر باشی. اجازه است داخل؟ ها بیا اولاد ماری هستی بیا داخل بیا. اوه یا چی هستی جا کود کردی؟ امیکا شو بارانگدگی شو زیر خانه کل چکی دبا ایچی دیوالش هم ایچی کالا کشی می تو تر از کل گل پر اردوی خانه چکی بریم. دیروز بارندگی شد در کابل من زمین خاطر با تشویش بدم. امروز هم به خیالم میشه. امروز هم اسما و رس با خدا اگه بچه می تو آمده نگه بری همی آویست ببینه گلا ببینه و ببین دیواله غر نه شو با گیره ششته بودم گه نه دیوالا قریب بود گفتی دست خوب بود نفتیدم او داخل آمد گیره شوی کدم گامی که امسایه محمد میگه خاله تو بگیره میکنی من نکنم خانه مال مفته ای تو سختی سر ما تیر شد. والا دوستان عزیز واقعا وضعیت خیلی خراب است. الله متعال با این مادر بزرگوار رحم کنه. اینطور در دلم غوره میشه بچه هم چند روز چی گامی دلم اینطور غوره است دور از شما باشه دور از بچه شما باشه بیادرم از بچه خود که در کو بالاشم یک چیز بزنم که یک مسلمانی سزایم بشنوه بیخی دلم اینطور غوره است بیخی یعنی از دست چی از دست نیستی نداری. خداوند مشکل شما را حل کنه مادر بزرگوار بیا هرچی که ناراحتی غم اندوز زیاد است هرچی گفته بریم زیاد شده میره. من امروز با شما خبرهای بسیار خوش دارم. قبل از اینکه شما چیخ بزنین فکر کنین که الله متعال صدای قلبتان شنیده. پشت ما بیاین دیگه. زنده باشی بچه آرام ما بیت زندگی. خب خاله جان عروسیت یادت است؟ یادم چه کنه ای تو عروسی بود نه نامش بود عروس است غریبی چی یک جلو جنده در جانم بود اما وقتم یک ذره خوادل بود امی شویم که پاک مرد زیادی هم تو زیپی عروسی طلا چیز برتن نه طلا نمیشناسم سپید است سرخ است نه طلا نه ملا امی کالای علبیلا پیدا میکردم یعنی شنان میخوردم نشیشه یعنی در زندگی طلا نپوشیدی؟ والا که به خدا اگه دیدم در چشم ندیدم راستی به خدا میگم در چشم ندیدم سیاه سپید است سرخ است چه اولاد پدری برآمد ما ایتا زندگی خو ما ببین کل گل او دان اینجا والا که ایچی باشه که مرغم پرده مرغ وضعیت خراب است. اگه طلا داشته باشه خوش می باشه دیگه. یعنی طلا اگه داشته باشم چقدر خوش نمیشم. خوب کالا اگه بپوشی چقدر آدم خوش چی میشه. اگه طلا نباشه خو یک جلو جنده یک وقت گذاره کدام تابال میکنم. خو علی تو دل تنگیشم گی بچه رفت. اینطور دلم تنگی میکنه میگم خو یک دفعه گفتم گدا کو بالا شم یک چیغ همسایه مرا نپشنو چی بالا شده چیغ بزنم بانگ امی کفت از دلم برای یعنی اگه چیغ بزنی کفت دلت میبره بچه باز گامو تو مال دقیقه بیارم با خدایم بیخی عرق میشم سر ما عرق میه همین دم خانه که بشینم ما یکی بشینم رقم دلم چی بشه و زود تا میبره باز گیره میکنم بابی هم سعی میبره خاله چی که پس بچه تو خدا نکرده چی شده تو چی ناجور هستی نه چی ناجور هستم اگه ناجور شم پیسه از کجا کنم ما دوا بگیرم من شکر الحمدلله ذره خوب هستم
گنیم با خدا میگم خدا کام صبر من خدا بکشم بعد میگه خدا کشتی خودکشی کردی همه دنیا تم هیچ نمیشه خب هم مجبوری است یه صبر بذار یک گزاره خدا میچالم اگه یک وقت نخوری بچه میگه یک وقت دو وقت نخوردم سر معده تکلیف دارم این پیسه نیست که ما معده دوای معده را بکنم نه ما گیره نکنم کی گیره کنم با تک آمدیم در خانه گئی تو دلم غوره میشه خو همه شما زنده باشی که اولادم زنده باشی همه که زندگی خدا بده آرام باشی تشکر که شما پیدا شدی از کجا پیدا شدی تشکر الله سرتان با امان باشه هر جای باشی او تا یخ نان تا گرم نرم یعنی چند روز شما که ایمایی کردی یک ذره چشم روشنی پیدا کرده بانه اینا شکر تا میخورم خدا باز مهربان است خدا باز مهربان است. خب دوستای عزیز خانه رسیدیم خاله خبر نداره میبریم خاله رو داخل بیا خاله جان بیا بیا این خاله جان این خانه رو ببین چطور است به نظرت خانه چی بگویم باشه من نمیشناسم گاسکی است کاشکی گامو تو خانه با ما یک پیدا شو مقبول است حال در کجا زندگی میکنی آره یک گاوخانه است دمی خانه چکا کشو با خدا بر در او درآمد چکی دمی تو اون کالا بو چی بود کشیدم بیرون در او بگر الک خو کنم ما را زیر گل نشم ما مسونه ام بیرون دره کاشکی هم تو خانه قسمتم شو پیدا شد کاش که اما نمیشناسم گاسکی است اما این خانه که است اینجا خود آوردیم اوجا وسایل هم است یخچال داره همه چیزا کالبرت نشان میتم این از خودت است وی شما آوردی شما از شما است الله زنده باشی بچه‌م تا دنیا آباد باشی فرادگار جنت پرزه تان نصیب کنه که با ما همین تو خانه را گرفتی با ما هم یک ذره زندگیم خوب شو بیخی دمی گنده خود آبود که شو همین لخچی دم بیخی کالایم کلم مردار شد همین آو آمد با خدا تا بگم ما گیره کدم پشوی نانم نخوردیم از جگل خوریم خاله جان خانه خوشحال شدی خوشحال شدم ای تو خوشحال هستم در کالا بسیار گنده وقت تیر کردیم سرمات آمده با خدا ای تو خوشحال هستم که شما خدا پاک زندگی تن خوب است دیگرم خدا خوب کنه آج بیت الله تا در نصیب شان شو ای تو خوشحال شدم یک وقت زندگی تیر کردم با خدا گوید یا گندگی یا گوشنگی توشنگی بچه تیر کردم با خدا جید امی زندگی عالم شکر دمی علی زنده باشی که امی خانه با ما گرفتی پروردگار جنت پیرزه ما چه خبر ما خبر نیستم که شما با ما خانه گرفتی با خیر استفاده کنین گنه ای تو زنده باشی ای تو دلم تنگی بعضی وقت می گرفته که برم دکو بالا شم چیق بزنم باید نه خانه دارم نه ندارم خدا که باشه شما آباد باشی جنت پیرزه ده نصیب تان شو پروردگار آج بیت الله سنده نصیب شما با خیر بشه حالا تو یک سختی دیر کرده نکو خاله جان نکو گریه نکو دلم غورگی نکو خاله تقدیم ندلم بیا بچه خدا شما را کامیاب پیرز و دسته با خیر شال بریم داخل ببینین وسایلتان بیاین الله زندگی تا دگم خوب شود که با کیبای کمک دیا و کیبا دم عزیز خدا پاک کی شما کمک کنه بیت الله تا نصیب بیا جنت پیرزه تا نصیب شود بیا با خیر داخل بیا ببینیم که داخل چی است بیاین بیا نکو گیریه ما چه خبر که شما آوردی شما ما خانه پیدا کردی ما بیخی خبر نیست بیا خاله بیا خاله جان بیا احتیاط کنین خواه که نفتین بین یا خب قبل از اینکه داخل بریم میایم از شروع میکنیم خاله جان یخچالتان است در تابستان بخیر در یه سرد بخوده در او افتوا میشتینی این یخچال است یا ماشین لباسشویی تان است بخیر استفاده کنین یا پکه است یا ماشین لباس دوزی است خیاطی یا اجاق است میبینی بیا خاله جان بیا خوشت میاد دیگه انشالله نه جنت نصیب تا شما دو چی داره میتونی پایپش هم از گازش هم است خب و یا تندور است یعنی چی است تنور گازی است که دی نان پخته کنی این ساعت مقبول ایده اوقات نماز تا ببین
که نمازت قضا نشه و در این دیگهش کدامش خوشت آمد این صحیح است؟ اردیش خوب شد بچیم کلا دنیا ما چه خبر بله. شما بیاین. بالا خریدیم شما این طرف این خاله جان این چند دانه دیگ بخار چند درجن غوری و بشقاب و ترموز گیلاس چند درجن جگ همه چیز سطل و تا به خاطر که شما بتونید او خمیر هم کنین بیاین داخل هم میبینیم بخوری پروردگار کامیاب باشی هر چه باشی بچه جنتی باشی جنت پیرزو در نصیب تانه شو بچه جنتی شوی جنت نصیب تشو زندگی تانه پروردگار کامیاب شوی بچه هر جای باشی آرام آلا اما ما را آرام کدی امیت آرام شوی ازی که زیاد آرام شوی بچه بیا خاله جان این سایکو دیگه جنت پیرزو در نصیب شو آباد باشی زنده باشی آو تانه یخ نان تانه ما چه خبر که تو را چی کدی ما خو بیا داخل بیا زندگی تا آرام باشه زوی خدا پاک الله شکر خدا گامی چنا خدا اما مردم آباد داشته باشه هر جا باشه آو شیخ نانش گرم نرم این زندگی مرا خوب کده زندگی از این خوب شو خدا از همه دوستارا بریم دیگه اتاق این اتاق تان است اما فرش و توشک و میز همه چیز پرده همه چیزش مکمله فقط بیا دیگه منتظر زندگی تا خوب شو جنتی شوی اجی بیت الله دست نصیب بیاین دیگه اتاق این چقدر خوشا اره تا بیگم کرتنم نبشکنه از اینطور خوشوقت شدم از خدا پاک شما را خوشوقت کنه یا الله جنت نصیب تنه شوه پیرزوش تان است خاله جان و ایام پرده توشک همه وسایلش از زنده باشی آرام باشی دنیا را بخوری او را ببری آو تا یخ نان تا گرم نرم یعنی ما را اینطور خوشوقت کردی میگم پیشینگا جوانی ده میگم این جوان شدم پاس انا با خدا میره دیدم اگه ما چه خبر که شما آمدی آوردی خانه را با ما گرفتی یا الله شما را هر جای باشه و تنه یخ نان تا گرم نر سپر تا به خطر جنتی شوی بیاین هنوز دیگه توفا مونده بیاین زنده باشی زنده باشی آرام باشی دنیا بخوری آخرت ببری ای خاله جان خود 2 اتاق در بالا داره 2 اتاق در پایین 4 اتاق داره و ما خو نابالا دستم ما خبرم نبود اینجا تشنابش است اونجا آشپزخانه‌ش است در بالا هم بام داره دیگه بیاین اینجا بیاین خاله جان توفای دیگه هم دارم کدام رنگش حالا خوش میکنی فعلا برات فعلا امی رنگ شبته امیره رنگ شبته اوکی این 2 تا دیگه هم از خود دست ها برو خیبه پشت در داخل بیا البته توفای دیگه هم از در جیبم به شما هم نشان نمیتم که باز وزش کم شد ماشاءالله و علیکم ماشاءالله چقدر خوب بوتایتانم بیاین اینجا بیاین بکشین چپله خود بوتایتانم بپوشین صحیح است نه؟ بله چطور است خوب است؟ خوبش است هم بوتایم خوب است چادرکم خوش خدا پاک شما را جای باشه خاله جان حالا یک توفیق دیگه هم دارم برات چی تو فقط داری بچه یک توفیق در موتر بر من گفتی که ماریسی هم کردم که از به من طلا نخریده بود نه؟ ما بیخی نمیشناسم نمیشناسی؟ مردم میگه زنم میگه چی است طلا گوشواره طلا ماست چوری ماست ما گفتم ما ندیدم ما یک روز بودم برم مالی چی که خریده نمیتونی چی میکنی که میری دیدنشم پای چی نداره حالا ما برتن یک توفا دارم خواهی رواز میکنیم ببینیم که دی چی است خود زندگی باشی بچه چی است چه خبرم وازش کنم؟ وازش دلتنم ازش کدام چیز نپره خیره؟ خیر کدام پشه؟ نه پاشا باید شما اگه چی آوردی ما قبول دارم خدا پاشام اگه باشه؟ نه هر چی که باشه ماست که انشاءالله یعنی اگه پاشام باشه توفا باش قبول داری؟ قبول دارم بچه هم چی است که شما مقای زحمت کشیدی بچه می چی است؟ ماشاءالله ایخ ما را نمیشناسم ای چی است؟ نمیشناسی؟ ندیدیم ایده چی است؟ خب بپوش باز ما برات میگم دی دستت کو داخلش کن دستت مطلب چی باشه ما را دیکی نکنی ما خو چی میگم ما طلا را حالا نشناختی و چی است؟ نه خب چی ما ندیدیم چی خب خیشم بپوش باز ما برات میگم چی است ما ندیدیم چی وای چقدر مقبول است
بپوش این چی بکش. است؟ چی راوردی؟ بپوش در دستت. اوه ماشاءالله چه خوب در دستت رفت نه کلکت. این میفهمی خاله جان یام طلاست یام طلاست و خیلی اردیش قیمت است. فکر کردی یک جای کنی 60,000 پا میشه 55,000 این عمر ما ندیده بودم. خوب است غیر ما رو نشان دادی که دیگه جای می بود گذار میکردم. من نمیشناسم گذار نه. خب علی اردیش اطلاع است. خب خاله جان این کتی اردیشه که جمع کنی میفهمی 60,000 پا میشه. و صدقه تا شما په کامیاب شوی زوی مالاتی عالی دیدم. دستم گادی عالی دیدم. عالی پس ازی بگم. با کس خو نمیتیش. و صدقه باکیره بته میرم مادی تا دست پارتیم بابا دیگر کس بتم. ولی دوست دارم بچه ماری نمیشناختم چه طلا چطور باشه سپید است سرخ است نه علی برای کی نشان دادی که طلاست. من چه خبر این بچه اینطور زندگی کرده میگم وقت یک جلو جنده سر گل ما خواه کردن صدقه تا شو طلا چی طلا خو بیخی دا خواه ندیدم. امی تو یک گزاره کردم مگم گلم آوار میکردم سرش خواه میکردم نه لب نه کمپال نه یک دیگه چیز. طلا کجا بود؟ علی گزاره کردم خاله جان شیجان کارم بچه زیگاوی سرسه نکو خاله جان خدا پاک جنت نصیب تا نکنه آباد باشی که نه زندگی ما ندیده بودم که طلاست که بیرون کدام جا افتادگی بود گزار میکردم ایرا گزار ندیده بودم جلو جنده آوار کردیم این علی باز میباره علی طور خوشوقت شدم کدام ایکی پیدا این دفعه که باران شد دیگه فقط داخل خود طاقت میرسی حالا که باران شد چی میکنی؟ حالا که باران شد شکر الحمدلله بچه من جیب ما خریدی نه ما قربان دیدار تشوام خدا پاک با جوانی تا برکت بده خوش میگم زمین نواسگه که میگه عادی به ما خینه بخر ملک کجا کنم خینه با تو خینه پیدا کن ما که خینه دار بودم خو پیسه داشته بود خم یک چیز آرد روغنی چیزا گوشتی چیزا نگرفتی نه به قرآن گه چیز مرد یک نه گوشت نه یک جور کالا نه می چادر که شما گرفتی الله کامیاب تا نکنه خدا آرام باشی بچه. یک توفیق دیگه داریم البته یک توفیق دیگه است که 500ش که تقریبا 26,000 افغانی میشه مربوط خواهر ما قاهره است کمک کردن و متباقیش از طرف خود بنیاد است که این میشه مبلغ 50,000 او را برتان میتیم مازی خاطر برتان لباس نگرفتیم چون قدمدان شما رو نمیفهمیدیم از نواسایتان از اعضای دیگه خانواده تان از سنو اینایتان و میتونین کور برتان مواد بگیرین ما پیسه رو برتان میتیم زنده باشید اگر چی میگرفتیم ما خواهم کالا یکی نمیکنم امی ریبا خدا نمیکنم آسونه میکنم او هم میکنم ما خاله جانی پیسام 50,000 پس از طرف خواهر ما خایره و بنیاد خیری قمر که 500 از طرف خواهر است. خدا پاک کامیاب تا کنه هر کس که باش آباد داره بچه خدا پاک آبی کامیاب باشی جنت پیرزیت نصیب شوا و حج بیت الله نصیب شوا بچه ما بعد کی ما کو بکری کی شما خدا پاک بکن. الله شکر الحمدلله شکر ویکا شونگه صاحب قالا شدن صاحب ظرف چی شده بچه پیش هیچ نبود که ما یا گزاره میکردم بچه خدا پاک جنت خاله جان باران است باید وسایل ما بریم داخل خدا کامیاب کنه داخل چی کنم امی باران خوب است که امی باران سر ما بارا اوجا دا گلا تیر کردم امی جا چی کنم اینجا نمیری؟ نمیرم اینجا میخوای تر شوی؟ تر شوم چی کنم باقی و مرا اینجا خیر ببینی بچه خیلی خوب است در باران رحمت خداوند تر ما تا وسایل تا میبرم بالا تو کار خود تکو بیا خاله بخی بخی خاله جان خاله بخی
خاله بخی خاله جان بریم. بیا خاله جان بیا خانه بیا وسایل تام ما آوردم در خانه. باران استاد شو ما خوش داریم این خانه مریض نشی خدای ناخواسته از خاطر. بیا خاله جان بیا پیسه تا موج از پشت کشتی 70 بازم 50,000 پس حسابش کو خیر. زنده خیر کار چقدر بچه ما قبول دارم. 50,000 افغانی است مادر جان. خدا پاک زندگی تنه بخیر بخوری بچه که شما که ما کمک کردی یا پاک برو. باش که تو تر نکو خاله جان گریه نکو. الماسک با مسئله می‌بینی؟ خدا این رحمت خدا است میباره بچه. یک باران او که گلا وجا تیر کدم چه خونه کی هیچ باران نمیبارن نه کجاست یک باران دجالا دین دجالا شده می جالا استاد بوده بیرون بره داخل بره الا خانه شش الا خانه شش الا خانه شش سنیم آخر کار شد میگه بشینه بلا پس ما اند زیر ما گفتم ما بند زیر شو نکو خاله جان گریه نکو. دوستان عزیز به قسم خانواده ها ما همیشه از طریق رسانه ان شاء الله اعلام میکنیم خانه بگیریم ظرف بگیریم وسایل دیگه بگیریم بارندگی سر چه زودتر ما باید بریم داخل دیگه حتما شما لینک ها رو مشاهده میکنید. سلام بخیر باشید.